قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. اما قول رسول صلی الله علیه و سلم اعوذ بک من شر نفسی از شر نفسم، یعنی پناه میطلبم چی؟ از شر نفسم. یعنی اعتصم بالله، یعنی با الله چنگ میزنم از بدی نفسم، یعنی نفست باید که ترسی. هم بگفتیم که لطایف معارفنده که اگر تفاعل تشاؤم کننده باشی به نفس خودت از گناهات ترس. از مثلا این پرنده طرفی چپ به پریدن یا پیشت گربه بر اومدن، یعنی از این چیزا نترس. از چی ترس؟ از گناهات ترس. تو به کمی ضرری که میبید به سبب چی؟ گناهات میشد. اذن نام هم به اذن فی نفسی که شرون، در شر نفست چی بدست؟ یعنی شر بدست. یعنی هم به سوره یوسف انده و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء، یعنی هیچ وقت تبریئه نمیکنم نفسم پاک نمیکنم، برای که نفس چی است؟ اماره بالسوء. دائم چی نفس چی میکند؟ یعنی بدی به امر میکند. نفست برای هیچ وقت دفاع نکن، من نگو. هم به برامد که نفس چند خیل میشد؟ دو خیل یا که سه خیل میشد. نفس چند خیل میشد است؟ دو خیل یا که سه خیل. نفس مطمئنه طیبه تأمر بالخیر، یعنی نفس چیه؟ یعنی طیبه هست، پاک، تازه، خوب، دائم آدم چی به امر میکند؟ خیر به. دویمش نفس شریره هست، شریره، بدترین، خبیثترین، افلاس، بدترین نفسی که دائم چی بدی، زشتی، قباحت به امر میکند. سونه نفس لوامه های. بعضی ها گفتن که لوامه این سیوم قسم نفس. لوامه مینه ملامت کننده، یعنی نفس دائم چی میکند؟ ملامت میکند. لیکن دیگر ها گفتن که این لوامه نفس ملامت کننده وصف یکم یا که دویم نفس میشد. فهمدید؟ یعنی نفسی اگر چی میشد؟ یعنی نفس مطمئنه باشد، هم به ولا اقسم بالنفس اللوامه، یعنی نفس اگر مطمئنه، نفس پاک خوب باشد و یا دائم چی به ملامت میکند؟ دائم ملامت میکند نفسش. میگه که تو امروز عمل خیر کم کردی، امروز گناه کردی، امروز تقصیر کردی، امروز کذا کردی، کذا، یعنی چی ملامتت میکند؟ چی بعد ملامت میکند؟ جنگت میکند که یعنی امروز چی؟ کار خیر کم کردی. فهمدید؟ اما نفس شریره خبیثه باشد چی؟ و یا ملامت میکند که امروز برای چی کار خیر کردی، برای چی امروز یک گناه نکردی، برای چی کسی فریب ندادی، برای چی کسی غیبت نکردی، برای چی امروز یک بدعت نکردی. دویم چی؟ ملامت میکند نفسش. فهمدید؟ اذن قول راجح چی بدست؟ یعنی نفس لوامه چی بدست؟ یعنی وصف بدست، یعنی من دو نفس به سیم قسم میشد. نعم اعوذ بک من شر نفسی، یعنی نفس چی بدست؟ اماره بالسوء، نفس بد به شکننده.